خطای 40 60 80 در پکیج های ایران رادیاتور جزء خطای شایع بوده که به علت انقباض و انبساط پرده دیافراگمی سنسور کنترل فشار فن می باشد. شایع ترین علل ارور 40 60 80 خرابی برد الکترونیک، قطعی جریان الکتریسیته، سوختگی سیم پیچ فن، خرابی پرشر سویچ هوا، بسته شدن یا ذوب شدن ونتوری فن. در صورت بروز این خطا فن دستگاه بررسی شود. اگر با وجود روان بودن فن و اینکه برق از طرف برد جهت روشن شدن فن روشن نمی شود، فن سوخته است و باید فن تعویض شود. برد الکترونیک بررسی شود. اگر از طرف برد هیچ جریانی جهت روشن شدن فن صادر نشود، بنابراین برد الکترونیک معیوب است و باید توسط سرویسکار گردد. اگر فن روشن می شود، ونتوری و شیلنگ سالم باشد، ایراد از پرشر سویچ هوا می باشد. این قطعه توسط شیلنگ سیلیکونی به فن توسط 2 عدد فیش معمولا سیاه رنگ با برد الکترونیک دستگاه در ارتباط می باشد. در نهایت اگر باز هم مشکل حل نشد، پرشر سویچ هوا خراب بوده و باید توسط سرویسکارش تعویض گردد.